سلام. امروز بالاخره قراره به سوالایی که در مورد اپلای برام فرستاده بودی جواب بدم و فقط قبل اینکه شروع کنم به خوندن سوالا چند تا نکته بگم. من آمریکا درس میخونم، سال 4میه که اینجا. بعضی از جوابام ممکنه که 3 سال پیش حالا در واقع عوض شده باشه، یا ایالت به ایالت، کشور به کشور، یا دانشگاه به دانشگاه متفاوت باشه. من فقط میتونم مثلا از تجربه خودم و حالا اطرافیانم صحبت کنم. سوالا رو یکی یکی میخونم و جواب میدم. اول پرسیدن که پروسه اپلای چجوری بود. من جوری که اپلای کردم، داستانی که اپلای کردم پیش اومد. اولا که خب اون توی مثلا پروسه اپلای بودم، این داشتم ایمیل میدادم به استادا. قبل از اینکه ایمیل بدم رزومه‌مو درست کرده بودم و هم اس او پی مو نوشته بودم. معدلم فکر کنم 16 و خورده بود، الان خورده‌اش یادم نمیاد چنده. به نظرم اس او پی خوب شدم و توی مصاحبه‌ام خوب عمل کردم چون رفته بودم. مثلا تو یوتیوب اگه نگاه کنید خیلی ویدیو هست که توی مصاحبه دکترا مثلا چی بگید، چطور صحبت کنید، ولی در کل به نظرم خوبه که یه اعتماد به نفسی داشته باشید نسبت به کاری که کردید و همون کاری که کردید رو بتونید خوب توضیح بدید. مثلا اینکه استرس داشته باشید هیچ کمکی نمیکنه بهتون، ولی همون کاری که کردید توی لیسانس، مخصوصا اگه تابستون رفتید یه جای کار کردید، اینا رو بیشتر روش مانور بدید، یکم با جزئیات بیشتری توضیح بدید و مثلا سعی کنید یه ربطی هم بدید اگه تونستید به اون کاری که اون آزمایشگاه داره انجام میده. اگه مثلا با خود استاد مصاحبه دارید، همیشه یه پرزنتیشن آماده داشته باشید. در حد حتی بگم مثلا 5-6 تا اسلاید هم باشه خیلی کمک میکنه که وقتی مثلا استاد میگه خب در مورد خودت صحبت کن، اون موقع میگه که مثلا من یه سری اسلاید دارم، اگه ممکنه میتونم مثلا باهاتون شیر کنم. ولی در نهایت میخوام بگم من با اینکه ایمیل میدادم هیچ ایمیلی جوابم نگرفتم تا اینکه ما یه استاد مدعو داشتیم، چون موقع کرونا بود. یه سری استاد مدعو داشتیم مثلا از خارج کشور، چون آنلاین بود و من به اون استاد از کارش خیلی خوشم اومد. کارش دقیقاً همون استراکچر بیولوژی بود که من میخواستم و بهش ایمیل دادم و گفتم مثلا من کارش خیلی خوشم اومده و اونم سریع چون دنبال دانشجو میگشت مثلا درست شد و سریع مصاحبه گذاشت و گفت اپلای کن و در نهایت هم همونجا پذیرش گرفتم. یه خورده یعنی حالات مثلا شانس و اینا بود بخش زیادش، ولی اون موقعی که مثلا فرض کن من با اون استاد اومد برای ما مثلا تدریس کنه یه جلسه، بهش ایمیل دادم فکر می‌کنم 2 روز یا 3 روز مونده بود که ددلاین تموم بشه و من اون موقع خب همه چیزامو آماده داشتم. یعنی اینکه شما آماده باشید بازم مهمه. یه چیز دیگه میگم، من نمره زبانم اون موقع هنوز آماده نبود چون آیلتس اون سال کنسل کردن یه بار و عقب افتاد، ولی اونم اگه مشکلات اینجوری پیش اومده براتون، همیشه دپارتمان خیلی همکاری میکنه. ایمیل میدید بهشون، میگید که مثلا ببخشید من به فلان دلیل نمره زبانم آماده نیست، باهاتون همکاری میکنن. مثلا میگن که تا کی میتونی نمره زبان تو بفرستی، مثلا به هر حال یه چیز اینجوری میشه. من جی آر ای هم ندادم چون دانشگاه ما جی آر ای لازم نداره. خیلی از دانشگاه آمریکا ما الان دیگه جی آر ای جزء مثلا ریکوایرمنتاشون نیست. رزومم، من دوره لیسانسم تابستونا رو فقط رفته بودم توی آزمایشگاه کار کرده بودم، اونا هم توضیح داده بودم و با عنوان سامر اینترن توی اکسپریانس های رزومم نوشته بودم. مثلا یه فرض کنید در حد 3 جمله زیرش یه توضیحی هم داده بودم که مثلا توی تابستون چی کار کردم یا از چه تکنیکایی استفاده کردم. چون کار من مثلا اینجوری نبود که بگم یه پروژه‌ای داشتم که خیلی پیوسته بود، بیشتر حالتی بود که من دانشجوی دکترا و ارشدی که تو آزمایشگاه کار می‌کردم، من مثلا می‌رفتم اونا رو نگاه می‌کردم یا حالا چه مقاله می‌خوندم کنارشون، ولی خیلی نقش پررنگی توی اون آزمایشگاه نداشتم. برنامه‌نویسی هم اون موقع خیلی بلد نبودم، ولی من بک‌گراند برنامه‌نویسی داشتم. دوران دبیرستان وب دیولپمنت و یا حتی مثلا دوران راهنمایی، مثلا یه خورده چون رباتیک کار می‌کردم مثلا سی و اینا بلد بودم و اینا رو تو اس او پی توضیح دادم، چون در حدی نبود. مثلا من فرض کن پی اچ پی رو دیگه اون موقع یادم نبود از چه من 4 سال پیشش. اینا چیزایی که تو اس او پی نشون میدی و میگی من این بک‌گراند دارم و خود مثلا طرف متوجه میشه خب مثلا تو احتمالاً میتونی زود یاد بگیری. رزومه رو میبینم از خودم میپرسم چرا باید منو انتخاب کنن. اونی که رزومه خفنی داره شاید دانشگاه اونو انتخاب کنه، ولی انتخاب اون دانشگاه نباشه. این یه مسئله و مخصوصا که اون آدما شاید این یه چیز
دو اینکه اصلا شما بعضی وقتا هست که تو نمیدونی که یه چیزی هست که تو درون خودت نمیبینی ولی بقیه درون تو میبینن. مخصوصا کسایی که تجربه بیشتری دارن. الان من اگه دانشجوی مثلا فرض کن لیسانس بیاد تو آزمایشگاهمون، خودش اولی که میاد همشون اینطورین. فکر نکنید مثلا ایرانی و خارجی داره. خارجیام خیلی بچهای مثلا لیسانسشون خیلی هاشون بچهای معصوم و نمیدونم مثلا اعتماد به نفس زیادی ندارن و وقتی میان خودشون در اون حد نمیبینن و احساس میکنن که خب مثلا من چیکار کنم، یا میگم مثلا من کیم. ولی کسی که تجربه بیشتری داره میفهمیم که اون دانشجو مثلا چقدر نسبت به بقیه خاص داره و مثلا چه ویژگی خاصی داره. لذا شما خیلی نگران نباشید که بگید من مثلا مگه چرا باید من انتخاب کنم. هر کسی واقعا یه ویژگی داره که خاص باشه. و اگر هم و برای دکترا من یه دفعه دیگه هم گفته بودم بیشتر دنبال اینن که کسی باشه که بتونه خودش مثلا از پس اون چالش ها بر بیاد. بعد چون دکترا واقعا یه پروژه‌ایه که تقریبا هیچ کس نیست کمکتون کنه. شما اولین بار دارید یه تحقیق رو انجام میدید و استادتون هم خیلی احتمالاً تو اون رشته تو اون مثلا زمینه خاص در رشته نداره و شما حالا بعد یه پروژه رو به تنهایی تقریبا حالا با کمک بقیه مدیریت کنید. بیشتر اونه که مثلا چقدر پشتکار داره یه نفر، چطور از پس چالش‌های زندگیش به طور کلی برمیاد. در کل اخلاق آدمام خیلی مهمه. اگه یه نفر دانشجو لیسانس بیاد، اگه اخلاقش خوب باشه قبولش میکنم، حتی اگه مثلا هیچی بلد نباشه. چون که اگه یه نفر یه آدم یه سری اخلاق خاص داشته باشه، ما اونو نمیتونیم توی دوره دکترا اخلاقش رو عوض کنیم. ولی اگه یه نفر مثلا اوکی باشه، بتونه با بقیه به درستی تعامل کنه، اونو مهارت‌های مثلا تکنیکال رو میشه زود بهش یاد داد. آره، هیچ وقت هم شما نمیدونید که چه کسای دیگه اون سال دارن اپلای میکنن. ممکنه همه همین فکر رو کنن. لذا شما همه جا تا جایی که دستتون میرسه اپلای کنید و همیشه هم برای این ویور ایمیل بزنید به آموزش. مثلا لازم نیست توضیح بدید که من نمیدونم از ایرانم و بدبختم و اینا رو لازم نیست به نظر من بگید. فقط بگید که مثلا به من ویور میدید یا نه. آره، میتونید رزومتون بفرستید. مثلا اگه معدلتون خیلی بالا باشه احتمالش بیشتره که فکر میکنم ویور بهتون بدن. مثلا بعضیا نظرشون مخالف منه و معتقدن که باید مثلا بگی که من از ایرانم و اینا. ولی من چون میبینم که بچه‌ای که تو آمریکا هستن این کارو میکنن، یعنی ایمیل میزنن به دانشگاه میگن که ما ویور میخوایم. توضیحی هم نمیخوام، میگن مثلا آیا شما به ما ویور میدید یا نه، و به خیلی هاشون میدن. و برای همین من فکر نمیکنم لازم باشه خیلی مثلا یه حالت گدایی و اینجور چیزا باشه. من خودم این کار نمیکنم، ولی احتمالاً چیزی که مثلا نظرات متفاوته. آزمون GRE میتونه تاثیر زیادی بذاره رو رزومه. میگم اگه لازمه برای دانشگاه بدید آزمونو بدید، یعنی اگه تو دانشگاه جزء لازم ملزوماتش هست. ولی واقعیت اینه که وقتی استاد رزومتون رو نگاه میکنه خیلی اون GRE براش اهمیت زیاد نداره. بیشتر اینه که مثلا مهارتایی که داری چیه. GRE بیشتر شاید مثلا یه فیلتر سریع باشه برای خود دانشگاه. چون دانشگاه وقتی شما رزوماتون رو میفرستید اپلای میکنید، دانشگاه مثلا یه سری فیلترهای سطح بالا داره. مثلا فرض کن هر کسی که اگه گفته GRE تون باید بالا این باشه، اگه GRE زیر اون باشه دیگه اینا رو اصلا نگاه نمیکنه. برای استاد خیلی این چیزا مهم نیست. گفتن که اگه میشه در مورد ایالت ها بگو، آب و هوا. خیلی خوب، من یکی توضیح آب و هوا. کلا آمریکا ایالت‌های غربی پاسیفیک نورث وست که الان ما توشیم خیلی هوای بارونی داره. همین بارونیه، خیلی سرد نیست ولی خیلی بارون میاد. و کالیفرنیا هرچی میری به پایین‌تر هوایی کم گرمتر میشه و شرجی هم هست. ولی مثلا ایالت‌های پایین، یعنی کالیفرنیا هرچی میریم پایین‌تر یه حالت مثلا دمای ثابتی داره. اینجوری نیست که گرم باشه. دمای مثلا انگار همیشه بهار. برای همینه که خیلی هم جمعیت زیادی اونجا هست، چون آب و هوای کالیفرنیا خیلی خوبه. وسطش مثلا اون ماونتین و اینا رو داریم که اونجا برف و اینا میاد. یکم سردتره. جنوب مرکزی آمریکا میشه ایالت‌های مثلا صحرایی و اینا، ولی مرکز آمریکا اون ایالت‌های صحرایی و باز دوباره شرقش دوباره همینطور هوا دوباره سرد میشه. بارم که مبهم توضیح نداشتم. منم خیلی از ایالت‌ها رو نرفتم. در ادامهش گفتم میزان پذیرش غیر بومی
الان که ترامپ اومده من نمیتونم مثلا نظری بدم، ولی شهرهایی که دانشگاه توشون هست معمولا یه خورده مثلا چون تحصیل کرده ترن و فضای دانشگاهی دارن، پذیرششون برای دانشجو اینترنشنال اینا بیشتره. به نظرم این چیزی نیست که واقعا مثلا یه فاکتور باشه توی اپلای کردن، چون شما اونجا درس می‌خونید، لازم نیست مثلا در ادامه هم اونجا زندگی کنید. و هزینه ها رو گفتید توضیح بدم. فقط میگم که اگه فول فاند هستید هزینه‌تون کفاف زندگیتون رو میده. بیشتر توضیح نمیدم چون از ایالت به ایالت فرق داره، از شهر به شهر فرق داره. در ادامهش گفتن خودمختار بودن ایالت، مثلا قانون ممنوعیت سقط جنین، ممنوعیت سقط جنین توی بعضی ایالت‌ها الان گذاشته شده، تو بعضی ایالت‌ها هنوز نیست. یه سری قوانین فدرالن که یعنی تو کل آمریکا اجرایی میشن، یه سری قوانین ایالتی هن که مثلا میتونه ایالت به ایالت فرق داشته باشه. مثل همین برید ببینید کدوم ایالت‌ها مثلا آبی هن، کدوم ایالت‌ها قرمز هن. مثلا توی این رای دهی اخیر ایالت‌هایی که آبی هن دموکراتن. معمولا ایالت‌هایی که شرق و غرب، ایست کوست و وست کوست، اینا همشون بیشترشون دموکراتن و مثلا یه خورده کمتر مذهبی هن، دموکراتن دیگه. اینکه استاد راهنمای جوون گفتی خوب نیست. استاد راهنمای جوون و مسن هر دوش یه خوبی و بدیایی داره. اونایی که جوونن ممکنه بی تجربه باشن، خیلیاشون هم هستن که واقعا خوبن توی منتور کردن، خیلیاشون به خاطر اینکه یه فشاری روشون هست، مثلا کسایی که هنوز استاد تمام نشدن یه فشاری روشون هست که باید مقاله بدن و کارشون ارائه خوب بدن و اینا تا این کار استخدام دائم دانشگاه بشن. مثلا ممکنه دانشجو رو یه خوردم فشار بیشتری به دانشجو وارد کنن، ولی از این طرف استادای مسن هم به هر حال مشکلات خودشون دارن، ممکنه کلا دانشجو رو ول کنن و خیلی بهش نرسن. اینکه گفته ایمیلاشون شاگرداشون چک کنن، استاد منم خیلی وقتا ایمیلا رو مثلا به ما میفرسته که ما چک کنیم، چون یا استاد خیلی وقتش محدودتر از وقت دانشجوهاشه و تا جایی ممکن یه کارایی که بتونه رو میفرسته مثلا پایین دستیاش. مثلا اگه یه نفر اپلای کنه ممکن ایمیلش رو مثلا فوروارد کنه به من یا مثلا به یکی دیگه از دانشجوها، بگه که مثلا فلانی میتونی با این مصاحبه بذاری. ولی اوکیه، یعنی احتمالاً اتفاقا دانشجو خیلی درکش بیشتر از استاده. ولی آره نگران این نباشید. به نظر من اینطوریه که یه نفر یه حرف خوب به من زد، گفت که استادایی که وقتی میخواید اپلای کنید نگاه کنید ببینید استاد دانشجوهاش همشون اینترنشنال نباشن، چون استادایی که همه دانشجوهاشون اینترنشنالن این معنیش اینه که هیچ آمریکایی حاضر نشده که بیاد با این کار کنه و این نشون میده که این مثلا یه سری رفتارهای سمی داره که برای کسایی که حالا از بیرون میان یا آشنا نیستن یا به هر حال به خاطر اینکه میخوان بیان آمریکا یه جورایی مثلا مجبور میشن که بیان و تو لبش بمونن، این چاره‌ای ندارن، نمیتونن مثلا یهو ول کنن برن به سادگی که دانشجو آمریکایی میتونن این کار کنن. من وقتی مثلا به استادای خودمون نگاه کردم دیدم آره اونایی که همه دانشجوهاشون اینترنشنالن واقعا یه سری استادای سمی هستن. ولی با این وجود هم شما وقتی که یعنی امیدوارم که واقعا به هیچ کس پیش نیاد، ولی اینطوری نیست که وقتی میاد اینجا و استادتون ست شدید دیگه نتونید استادتون عوض کنید یا دانشگاهتون عوض کنید. وقتی میاد اینجا هم بازم به هر حال راهش وجود داره که اگه به همچین مشکلای خیلی جدی برخوردید میتونید دوباره اپلای کنید برای دانشگاه دیگه یا توی همون دانشگاه صحبت کنید با استاد دیگه کار کنید. آیا خودت به تنهایی کاراتو پیش برد؟ من فکر می‌کنم ما چون دانش کردمون تو یعنی ایران خیلی جو اپلای توش هست، یعنی چیز طبیعی بود که هر کی لیسانسشو تمام می‌کرد دیگه میرفت اپلای می‌کرد و اون اطلاعات از مثلا ترمای بچهای سال بالایی به سال پایینی هم منتقل می‌شد خیلی به صورت طبیعی. بر همین این جایی بود که من اطلاعات کسب کردم، از بچهای قبلیمون پرسیدم. آره خودم تنهایی کارامو پیش بردم. ولی الان دیگه خیلی آدمایی هستن که یوتیوب دارن در مورد اپلای صحبت میکنن، تو اینستاگرام در مورد اپلای صحبت میکنن. الان اطلاعات خیلی خیلی بیشتره و به نظر من مثلا چون همین ایزی اپلای یا مثلا چیزهای دیگه که هستن اطلاعاتشون کافیه برای که یاد بگیرید و شروع کنید. امیدی هست به دانشگاه آمریکا؟ نه قطعا. ترم 4 که هنوز مثلا شما تازه اول دانشگاهتونه 100%. آره نمراتون هم از این به بعد بالا نگه دارید. مثلا خیلی مهمه که وقتی روند نمراتون نگاه میکنن مثلا یه حالت صعودی داشته باشه، این نشون میده که شما پیشرفت کردید و این پیشرفته مهمه براشون.
مثلا فرض کنید یه نفر ترمای اول نمره‌اش کمتر بوده ولی همچین جلوتر رفته نمره‌اش هی بهتر و بهتر شده. این نشون میده که شما پیشرفت کردید تو مسیرتون و این هم یه معیاریه که برای خیلی از استادا مهمه. لذا اصلا اگه تا الان حالا هر چی بوده اوکیه، از این به بعد سعی کنید معدلتون رو خوب نگه دارید تا جایی که ممکنه. به نظر من آمریکا چون دانشگاه خیلی زیاد داره، شانستون برای اپلای خیلی زیاده. برای اینکه به محض اتمام درسم بتونم اپلای کنم باید در طول تحصیل چیکار کنم؟ با یک استاد همیشه یه کاری جداگانه، یه پروژه، یه چیزی غیر از درستون انجام بدید. این خیلی مهمه برای اپلای دکترا. اگه یه نفر بیاد دکترا اپلای کنه معدلش مثلا 20 هم باشه، اگه یه کار دیگه غیر از درسش نکرده باشه، حتی لازم نیست مثلا یه کار بگم خفن فوق‌العاده‌ای، نمیدونم مثلا یه پروژه چی، حتی یه کار کوچیکی باشه که چه میدونم فرض کنید مثلا با هیچ استادی هم نتونستید جور بشید ولی خودتون تونستید یه کار کوچیکی کنار اون چیز انجام بدید. مخصوصا دانشجوهایی که مثلا توی رشته‌های مهندسی هستن که با برنامه‌نویسی میتونن خودشون خیلی کار انجام بدن. این خیلی مهمه. تنها نکته به نظر اینه که یک کاری غیر از درس خوندن انجام بدین. دل و زبانم که قطعا هست. زبانم حالا اولش که مثلا اپلای میکنید به حال اون ریکوایرمنت رو دارید، هرچی هم بهتر باشه خب اوکیه، ولی اینجوری نیست که بگم مثلا خیلی تاثیر بزرگی داره. مثلا فقط همین که شما اون لازمه رو، اون مرزش هم داشته باشید خوبه، ولی وقتی که با شما مصاحبه میکنن، اگه بهتون مصاحبه دادن، اونجاست که زبان خیلی مهم میشه. و نمیگم که هیچ دانشجویی رو، مخصوصا الان که مثلا خیلی تاکید روی دایورسیتی و اینا، نمیگم دانشجویی رو ممکنه به خاطر زبان بعدش رد کنن، ولی اگه شما اونجا خیلی مثلا اسپیکینگتون خوب باشه، این واقعا تاثیر خیلی خیلی مثبتی داره. معدلم گفتم نمیدونم تا چه حد بالا باشه، هرچی بالاتر بهتر، ولی نیستم بگم یه وقتی معدلشون خیلی خیلی هم بالاه، شاید حالا نمیدونم، شاید دانشگاه خیلی تاپ مثلا اینقدر رقابت زیاده که اونا باشه، ولی مثلا دانشگاه‌های یه خورده پایین‌تر شاید یه خورده شک کنن که مثلا فلانی که معدلش بالا آیا به این معنیه که مثلا هیچ کاری غیر از درس خوندن بلد نیست. ولی آره نمیتونم بگم تا چه حد بالا باشه، هرچی بیشتر بهتر. گفتین نمیدونم چه جوری باید رزومه بسازم، ولی من میتونم مثلا یه ویدیوی دیگه بسازم در مورد رزومه ساختن، ولی فکر میکنم همین الان هم ویدیوهای زیاد در مورد رزومه ساختن وجود داشته باشه. اگه بعدم پیدا کنم توی کامنت ها یا توی کپشن لینک میکنمشون. من دانشجوی سال سومه که گرایش زیستم و همین که چند تا اسکیل مرتبط هم داشته باشید کفایت میکنه. و در کل اینکه مثلا کاری که کردید مثلا اینجوری فقط همراستا باشه، مثلا توی یه فیلد باشه. فرض کن شما اگه روی مثلا ایمونوتراپی کار کردید، توی لبی باشید که تو همون ایمونوتراپی و ایمنی و ایناست، مثلا توی لب پروتئین انجینیرینگ کار ایمنی شاید انجام ندن. هیته مثلا کلیش یکی باشه، حتی مثلا اسکیلاتون هم لازم نیست دقیقاً همون باشه، چون شما هیچ وقت نمیدونید که استادی که شما رو میپذیره نمیدونید که قرار شما رو کدوم پروژه بذاره، الان فاندش مثلا برای چه پروژه‌ایه. برای همین در کل فقط همین که همراستا باشه با کاری که لب انجام میده، اون اسکیلا رو داشته باشید اوکی. مسیر و منابع برای شروع ریاضی در راستای مدلینگ پروتئین مدلینگ هیچ ریاضی نیاز نداره، فقط لازمه که مثلا با اون نرم افزاراش آشنا باشید، مثلا پایتون بلد باشید. از پایتونی که یاد گرفتم میتونم چه استفاده داشته. اینجا چون در مورد پروتئین مدلینگ پرسیدن، پایتون مثلا یکی از کاربردش توی اوپن ام ام که نرم افزار مولکولار داینامیکه، اونجا مثلا از پایتون استفاده میشه، یا توی پایروزتا که اونم برای مدلینگ پروتئینه از پایتون استفاده میشه. این کاربردشه و اوپن ام ام خیلی داکیومنتیشن خوبی داره و میتونید همون رو شروع کنید به یاد گرفتن. در کل برای اینکه حالا اگه جاهای دیگه هم میخواید مثلا نمیدونید از پایتونی که یاد گرفتید چه استفاده کنید، یه سری سایت ها هست که مثلا مثل هکر رنک و اینجور چیزا که مثلا این سوالای ساده داره حل میکنی و کم کم یاد میگیری، دستت میاد. 2 سایت کگل که مسابقه میذاره، اونم خیلی برای پایتون یاد گرفتن خوبه، چون تو مسابقه شرکت مخصوصا تو مسابقه‌ای که مثلا سالهای پیش برگزار شده ساده تر بوده و جوابش هم در دسترس هست.
بر خودتون اون یه پروژه در نظر بگیرید و انجام بدید. مورد اپلای کردن کاپل هاست. من پارتنر کاپلای خیلی زیاد اینجا میشناسم که اپلای کردن. بعضیاشون هم اینطوریان که مثلا یه نفر اپلای کرده، یه نفر وابسته اومده. ولی بعدی این موارد اینه که خب وقتی شما یه نفر با ویزای F2 میاد، اون اصلا نه اجازه کار کردن داره نه اجازه درس خوندن داره تا وقتی که گرین کارت نگرفتید و با حقوق یه نفر باید 2 نفر زندگی کنید. هزینه‌هاتون خیلی زیاد میشه. نمیگم که مثلا اصلا قابل منیج کردن نیست، ولی سخته، واقعا سخته زندگی کردن با اینکه یه نفر 2 نفر باشن با حقوق یک نفر و مثلا هیچ سرمایه‌ای هم تو ایران نداشته باشن که بتونن به دلار تبدیل کنن و حالا تا مثلا یه چند سالی یه خورده از اون پول استفاده کنن. بهترین حالت اینه که خودتون توی مثلا 2 دانشگاه نزدیک به هم یا حتی یه دانشگاه تو مثلا دپارتمان 2 تا دپارتمان مختلف یه دانشگاه اپلای کنید. البته خب شما ایشون بگم که اگه ازدواج نکردید نمیتونید ویزای F2 بگیرید، نمیتونید ویزای وابسته بگیرید. F2 فقط برای کسیه که مثلا ازدواج کرده. میگم اگه هر دوتون تمرکز بذارید رو اپلای و نظر من باز و بتونید دوتاتون حالا یه 2 تا دانشگاه نزدیک به هم یا هر دو توی دانشگاه اپلای بگیرید، از نظر مالی در نهایت خیلی بیشتر به نفعتونه و اینجا یک زندگی راحت تری خواهید داشت. میگم من در نهایت برام شانسی شد، ولی جوری که پوزیشن پیدا کنید ببینید به چه کاری علاقه دارید، معدلتون رو نگاه کنید ببینید مثلا به کدوم سطح دانشگاه میخوره. مدل مختلف هست راستش بخواید. مثلا این شاید یه مدل خیلی ایدئال گرانیش باشه، ولی واقعا اینطوریه که مثلا وقتی تو لینکدین یه مثلا چیزی میبینی که فلان استاد گفته من میخوام اپلای دانشجو میگیرم، یا تو توییتر میبینید که فلان دانشجو استاد گفته من میخوام چون تو توییتر و لینکدین خیلی این چیزا رو میذارن و توی توییتر میدونم که مثلا چند تا حساب بودن که مثلا کلا کارشون همین بود که فقط همین پیاما رو مثلا ریتوییت میکردن. و بهترین حالت اینه که از یه مقاله‌ای که اگه میخونید خوشتون میاد ببینید اون مقاله از کدوم لب بیرون اومده. ولی حالت دیگه‌اش که مثلا یه حالت سیستماتیک باشه، میرید دانشگاه دانشکده‌هاشو نگاه میکنید، تو لیست میرید به اون قسمت فکلتی ممبراش، میبینید که مثلا هر استادی هم یه وبسایتی داره، میرید تو وبسایتش ببینید رو چی کار میکنه و مثلا دانشگاه رو پیدا میکنید. و از اطرافیانتون هم خیلی پرسجو کنید، چون تو لینکدین پیام بذارید که من مثلا فلان رزومه رو دارم، دنبال همچین پوزیشنی میگردم، دنبال همچین دوست دارم این پروژه ها رو انجام بدم. و آره گوگل سرچ کنید، مثلا هم گوگل اسکالر سرچ کنید ببینید که چند تا مقاله میاد، برید دوباره استادش رو نگاه کنید. اینجوری آیلتس کاغذی دیگه تو ترکیه نمیتونیم بگیم. من آیلتس هم کاغذی دادم، تافلم خب کامپیوتری دادم. تافل رو اینجا دادم، تو ایران ندادم. واقعا در نهایت به نظرم هیچ فرقی با هم ندارن. یعنی اینطوری نیست که به خاطر اینکه آیلتس کاغذی میخواید بدید پاشید برید ترکیه. به نظر من ارزش اون هزینه رو اصلا نداره و اینجا آیلتس و تافل واقعا معادل همن. حتی اگه دانشگاهی مثلا میگه من تافل میپذیرم من آیلتس میپذیرم، حالا یه یعنی ضرر نداره که از قبل بهشون یه ایمیل بدید بگید که مثلا اگه من تافل بدم قبول میکنید، فرض کن گفته من تافل قبول نمیکنم، شما حالا ایمیل بدید بگید اگه تافل داشته باشم همچین مثلا معادل سازی میکنید با آیلتس همچین چیز. واقعا این کامپیوتری و کاغذی به نظر من خیلی فرق زیاد ندارن. برای چیزی نیست که نظر شخصی من دوباره چیزی نیست که ارزش داشته باشه برید یه کشور دیگه به خاطرش. تافل و آیلتس هم من هر روش که دادم به نظرم مثلا سبکشون متفاوته، ولی اینجوری نیست که بگی یکی از اون یکی آسان‌تر یا یکی از اون یکی سخت‌تر. اینطوری نیست. فقط سبکشون متفاوته و باید تو برای همون سبک خودتو آماده کنی. سوال آخر بود. خدا رو شکر که به همه سوالات جواب دادم. امیدوارم که واضح توضیح داده باشم. بازم اگه سوالی غیر از اینا بود میتونید بپرسید و مثلا میتونم یه ویدیوی دیگه بسازم یا اگه چیزی مثلا با جزئیات بیشتری خواستید. امیدوارم که موفق باشید همتون و فعلا خدا نگهدار.